درود میگوییم برای اون نفرانی که این لحظه با ما پیوستند و ما رو طریق تلویزیون باوریستان تماشا کرده ایستادند. چنانکه که میدونیم طی چند سال اخیر است که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است برگزار میگردد و امروز نیز ما قرار داریم در کتابخانه ملی تاجیکستان و دور جمهوریوی این آزمون برگزار گردیده ایستاده است و ما برای ثبت و انعکاس اینجا قرار داریم. این زمان صحبت خواهیم داشت با یکی از اشتراکچیان این آزمون. سراول شناس میشویم و پس آن صحبت رو ادامه میدیم. سلام علیکم، نام شما؟ السلام گویان میکنم آغوزی سخن. السلام راهی است به دلها چون گوهر. من بابای و امیره خواننده صنف سیوم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 20 به نام اکرام باباجانوف شهر سرافشان ولایت سوق تحصیل میکنم. امیره میگفتید که چند سال است که در آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است اشتراک میکنید؟ من سال سیوم است که از روی نامیناسیون ادبیات بچگانه در این آزمون اشتراک کرده ایستادم. امیره که شما رو به این آزمون تیار کرد؟ مرا بیشتر معلمم تیار کردند. برای چی محض شما همین نامیناسیون کودکان و نوجوانان رو انتخاب کردید؟ برای آنکه به من معقول است. بسیار میخواندید پیش در همین کتاب‌های بچگانه رو؟ بله. خوب، آفرین. این زمان میتوانید برای ما یک شعر قرائت کنید و پس اون با صحبت رو ادامه دهیم. تا جهان بود از سر آدم فراز، کس نبود از راه دانش بی نیاز. مردمانی بیخرد اندر هر زمان، راه دانش را به هر گونه زبان گرد کردند و گرامی داشتند. تا به سنگ اندر همه بینکاشتند، دانش اندر دل چراغ روشن است و از همه بد بر تن تو جوشن است. امیره شما طبق نظامنامه آزمون یعنی پورا آماده هستید و چقدر شعر داستان از یادم دارید؟ من زیاده از 8000 مصرع، 200 تا شعر، 10 تا داستان، 100 تا افسانه، 100 تا ضرب المثل، 100 تا چستان، 50 تا لطیفه، 50 تا تیزگویه، 200 تا حکایه، 250 تا کتاب از بر نموده. خب امیره میگفتید که یعنی سالی گذشته مقدار شعرهای از یاد کرده تون، کتاب‌های خوانده تون چقدر بود تا این سال؟ یعنی در شماره شعرها و کتاب‌های خوانده تون یگان تغییرات شد؟ بله، تغییراتی بسیار شد. من شعرهایم را بسیار کردم، داستانها را و از جمله نثر را بسیار تر کردم. شما که یعنی کتاب‌ها بسیار میخونید از همین نویسندگانی بچگانه، همین طور از شاعران کلاسیک و معاصر بسیارتر همین ادیبی دوست داشته، شاعری دوست داشته شما کی است؟ امینجان شکوهی. یک شعر این ادیب رو میتونید برای ما قرائت کنید؟ بله. به نورش گرچه این خورشید خاور، فرا گیرد جهان را سراسر. نمی گردد ولیکن آن برابر، به این پرقوتی با مهر مادر. فقط مادر به هر گرم و سرما، همیشه بر سر گوهره ما. نکرده مژده بنشسته شبها، کلام کرد او چو جان بگرفته در بر. وجودش چون به فرزند است پیوند، ورا خواند به خود جان و جگر بند. اگر خال خرد گر پای فرزند، رسد اندر دل مادر چو خنجر. برای فکر و یاد پر امیدش، برای حرمت موی سفیدش. به جان هم حرمت و عزت کنیدش، نباشد تا که چشمش هیچ گهتر. تشکر زیاد امیره جان، شما شعر رو با یک حسی بلند، با یک قرائت خوب دارید. این زمان ما میخواهیم که از داخل همین یعنی پاپکای تیار نموده شما برای شما سوال دهیم. شما راضی هستید؟ یعنی بینندگان نیز یعنی قائل شوند که شما کتاب‌های زیاد خونده اید، شعرها از خود کرده اید. همین طور چون که ما دیده شدیم بینندگان عزیز، امیره از نامیناسیون ادبیات کودکان و نوجوانان اشتراک میکنند، ولی در پاپکای که این زمان در نزد ما است یعنی شعرهای شاعران کلاسیک نیست یعنی درج گردیدند و این از بسیار دانا و زیرک و شعر دوست بودنی امیره درک میدهد. خب امیره، من دو مصرع شعر رو میخونم، شما آن را دوام میدید، میشود؟ بله. اگر آن ترک شیرازی به دست آورد دل ما رو، به حال هندویش بخشم سمرقند و بخارا. بده ساقی می باقی
که در جنت نخواهی یافت کناری آبی رکناباد و گلگشتی مصلا را فغان کن لولیانی شوخ شیرین کاری شهر را شد چنان بردند صبر از دل که ترکان خانی یغما را ز عشق ناتمام ما جمال یار مستغنی است به آب و رنگ و خال و خط چه حاجت روی زیبا را من از آن حسن رو رفسون که یوسف داشت دانستم که عشق از پرده اسمت برون آرد زلیخا را اگر دشنام فرمایه و اگر نفرین دعا گوید جواب تلخ می زیبد لبی لالی شکرها را نصیحت گوش کن جانا که از جان دوستر دارم جوانانی سخاوتمند پند پیری دانا را حدیث از مرتی بومی گویی روزی در کمر جو که کس نقشود و نقشاید به حکمت این معما را غزل گفته و دور رفته بیاب و خوش بخوان حافظ که بر نظم تو افشاند فلک اقتی ثریا را. در بالا ذکر کردید که شما چه سخن‌ها از یاد کردید، لطیفه ها از یاد کردید. این زمان برای ما و بیننده یگان لطیفه گفته میتوانید؟ بله. پدر دخترچه رو به باغ حیوانات برد. دخترچه طاووس رو دیده در باغ حیوانات به پدرش گفت دادا نگاه کنید مرغ گل کرده است. خوب تزگویک برای ما گفته میتوانید؟ بله. علی و ولی دوست نورالی، علی و ولی دوست نورالی، علی و ولی دوست نورالی سفر کرد، سفر کرد، سفر کرد، زد بیشش شش شب 36 زد بیشش شش شب 36 زد بیشش شش شب 36. خوب امیرا جان شما تزگویک را بسیار با یک مهارت بلند یعنی برای بینندگان ما گفتید چگونه برای شما میسر میشود که همین کلمه ها رو یعنی تز گویید زبانتون نمیپیچد؟ نه بسیارتر تیاری میدیدید؟ بله. خوب چیستان بگوید و ما و بینندگان در یک جایگی جواب این چیستان را بجویه می شود. خوب علویدین قیچیدار با آدم دوست است و یار. جواب چیستان فراشتروک؟ بله. یعنی دوماش همچون قیچی است میتا یک تای دیگر میگفتید؟ رنگ زردی روی جهان گرمیش بخت جهان. فکر میکنم که بینندگان نیز یعنی مستقلانه جواب این چیزان رو پیدا نمودن. یعنی این آفتاب است که با ما نور میپوشد زمین و زمان رو گرم میکند همینطور. خوب شعر دیگر رو میتونید برای ما بگویید؟ یعنی از غزل از ابونیسا. گرچه من لیلی اساسم دل چو مجنون در هواست سر به صحرا میزنم لیکن حیا زنجیری پاست بلبل از شاگردی ام شد هم نشین گل به باغ در محبت کاملم پروانه هم شاگرد ماست در نهان خونم ظاهر گرچه رنگ ناز ما رنگ من بر من نهان چون رنگ سرخ اندر حناست بس که باری غم برون انداختم بر روزگار جام نیلی کرد اینک بین که پشت ما دوتاست دختری شوهم ولیکن رو به فقر آورده ام زیب و زینت بس همینم نام من زیبا نیستاشت. تشکر زیاد امیرا جان برای یک قرائت غزلی بسیار هم پر محتوا و چون که شما گفته شما رمان ها نیز از خود کردید همینطور. خوب نام های رمان ها رو گفته میتونید کدام رمان ها رو خوندید؟ یتیم از استاد صدرالدین عینی، دختری آتش از استاد جلال اکرامی، من گناهکارم از استاد جلال اکرامی، 4 دادران در آرزوی پدر. خوب میتوانید امین رمان یتیم رو کمی شرح دهید؟ سخن درباره چی میرود؟ قهرمان اساسی این رمان کی است؟ قهرمان اساسی شادی می باشد که از پدر و مادر خود مراد و سارا تولد شده بود. مراد در آخر می میرد و سارا با همراهی اشان قلبای زندگانی میکند و همینطور به کشوری دیگر می رود و در آنجا در آخر با انجام بولشویکان با صلحی انجام می یابد. ما برای شما امیرا جان موفقیت میخواهیم و ما همراه شما یعنی انتظاری میکشیم و میخواهیم که شما غالب دور جمهوریوی این آزمون گردید و در آینده برای شما کامگاری ها رو آرزومندم. انا همین طور در سالهای من بعد نیز یک دخترک کتابخوان یک نورس با استعداد به وای رسید و برای خلق و جامعه خدمت نماید. رحمت. بینندگان عزیز صحبت داشتیم با امیرا خان که اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است بودند و ما را در ادامه همراهی نماید چون که صحبت با اشتراکچیان دیگری این آزمون ادامه دارد.